خب چه یالا کنم دانه چی گپه؟ هیچ گپی نیه چه کاره راست بگو بگو. دوز نخور بگیری 3000 به تو میدم بگو چی گپه؟ هیچ گپی نیه. چی؟ بگو چی گپه؟ اینه تو بیا. بیا رفیق بیا. چی می؟ رفیق من تو رفیق 100 سالی نمیگی لا. نه دیگه 100 سال نه دیگه ایلی کمتر. نه دیگه سگو حالا من مثلا قبل گفتم ما و تو از امرو دیرو خود نمیشناسیم. نه ما و تو خود بودیم خودی هم کلون شدیم همیشه رفاقت ما و تو همیشه بودیم گیلک همیشه یک کاری به تو دارم اگه برف چرا به تا خبر میدی؟ اصلا خوایی به تو میگون گیلک جو یک کاری به تو دارم تو بیا وردم همین جی طور بفهمانو اگه خدی رفیق خو هستی که خوب نخور تو دو رفیق می؟ آره می آها گیلک جو خبور خوبه به پی فایده تو از 100% است خوبه لا گپی به تو میزنم به شرطی به هیچ کس هیچی نمیگی خاک از زبان تو نشنوه خاک انسان که بخدار باشه گیلک بفهمیدی گیلک جو باسکیل خریده عباس بفهمیدی باسکیل خریده عباس برار رمضان دریو بخریده به 10,000 روپیه باسکیل کریستینی سیو گیری بدیدم پرشک میده آقا میره پرشک میده بدیدم همیشه یک باسکیلیه که یک بچه آدم ارزش داره گیلک جو وقت ما به تو امیر میگم خو سبا صبح قرار کرده ما به تو کیف کانار آماده میکنم برو اون بردار کن یک دونه عجلی به تو بودم که میتر رنج تو گل چه میبی یک ما انرژی و ککس و آن شایی که می بخوری بدنی بطر به خودم بزن بمی بدن که رنج تو گل میه تایید کنه ایش کسی دل جامو میشه کله کشی کنم کله کسه کشی کنی چه دیوار یک نبایی بکن کله کشی میگه دیوالا گوش داره موشا گوش داره موش نیه میفهم گیله اصلا گردن من باشه که جیر یک دونه موش نیه بشی مسئله گپ بگم بیا خوب که جیر یک دفعه دروغ میگی آله işte مثلا همون چند وقت پیش که برفت مرغ بجوندم 400 روپیه دیدی ای های گیلک جو بابا تی پینجه یک ندادم 20 دیگه یک ندادم دستخوشی بود خدا که ما که بانک ندارم که تو هر چی بگی ما برم از بانک بردارم بیارم تو تقدیم کنم خدا هو از کام ما و کرام تو گیلک جو دیگه چی بگم یعنی 1000 چند تا پینجه ای میشه 1000 خیلی پینجه یک بوجی میشه یک بلوی این که گردن و بر مگاری فرغونه بیاد استاد کنه میتوار دنی ببینی خب باش من مادر مینا پیر مینا میگن که بوجی پول از کجا بیاردی گیلک جو مثلا گپ گفتم خیلی میشه تو چی که گیری خوبه کسی ما پر میشه کسی تو همیتا پر میشه که وقع به کسی تو 2 کیلو کچلیوه دیگه چی بگم تو چند ما چیز با دلجام هم اشکم خوب اشکم خوب گردن ما بند 20 روپیه 30 روپیه خرج کنی تا یک ما دلجم خوبه شتا برو در سرای نبسته تو دلجم باش اولی دیومی سیومی که میامی تا جا و مکانی همه یک هفته اگه لگمه فکر میکنم فلان میریم چکر که من خبر دارم که عباس که میای باسکل خوب گوجا استاد نکنه میبونه بهم گوشی سرا خودی همون کلکی من تنوی هم تیار کردم چینگاکی گیلک جو میری حتی زمین تنوی خیلی بکنی خاطر ما قوت ندارو گیلک حتی که تنوی نگرسی حتی تغییر کن حتی تغییر کنی میستم تا دیوار این جگوه نی دست راجی قراره کرده مثل چینگاک بم بخمی رو باسکل هست پالا کشتی گردن بعد با چی رادن سوار شدیه باور کس از زندگیون حرکت کنی تا بیشتر اموتر جلو میشه گردن من بعد به مثل تیاری جیتی میایه سبا سو وقت میره سبا سو وقت بری گیلک جو دمی که بیاوردیم اینجا ازری دیگه همی که ازری به تو ندون که رنج تو گل شکیت همی چشم تو ورقت ننه برای مال چینگک و تنه بده بیا کمی سو وقت بر ما تو میشه خیلی گیلک از بود توش کرد خفه مگه گردن من خفه میکنم نه بیا پس کمی تعمیش کن بیا زیف دیاری بکله تاچو فقط افغان طبق تحقیقه یاری گیلک خاطر مفتون بیا یارو بیا بله بیا
باسکل من نه باسکل من کجایه نه بیمار رمضان هم که سکل داره که باسکل من نبرده باشه سکل داره که ولی باید سعی کنم نه باسکل با کجا شده پس با بالی بومم کنیه شریعت نه خدا خودم از اون زنگ زنم آخه کجا شد باسکل مه دیشه خفتن که ما با تست را استاد کنم با والیبال گفتم شاید آورده باشه اینجا هم چهره بیارم باید الان خوبی بخیر سلامتی شکر لالا باسکل ما شما نبردین پس باسکل ما تست را کجا شده نه دارانی با والیبال منی با تست را با بیلا با لالا باسکل من بردن 10,000 روپیه باسکل بخرید من بردن صبر کن با شما زنگ میزنم با بیلا که 10,000 روپیه باسکل من بردن کجا شد باسکل من با بیلا دو قبرستون طرفی کاکا چه کنه خیریت شما کاکا ماشت سراغ شما بیایم خیریت بود خدا کاکا در شدم چرا چی گپه همون باسکلی که برام از رمضان اومد 10,000 روپیه بالی پول داده ببین صبح بیچون کسی که باسکل خبردن تاس را نبود بالی بوم نبود زمین شق شد باسکل من تایر باسکل با بالی بوم چیکار میکنه شما با تاس را باسکل استاد نمیکنی گفتن شب بالی بوم بالا کده باشه نبود بالی بوم تاس را هم نیه خب چرا درس را خب استاد نمیکنی او درس را بسته بود اگه دیگه خب چی خبر دادم درس را کو وا نبوده پس اشته باسکل قید شد دیگه برا آسمون را نه ما حتمی دم سرا شما وا بوده شما خب به فکر ردی گپانی کاکا اصلا در به بسته فکر بود نمیشه که من دم سرا خود بسته کنیم یا نکنیم بسته بود در پس بسته بوده پس کی برده صبح کو کسی بیرون نشو که درس غیر از برام رمضان بوم برای خود در بسته میکنه گفتم من در بسته که ما برای زنگ زدم خب برام تو رمضان هم کسکل داره خب باسکل بیازه با کار نداره ما برای زنگ زدم میگه ما در بسته کردم برات خب خود دیگه پس کی آماده برده باسکل نه فهمیدم که میشه کجا شد حالا میاد در بسته سرا باشه شما باسکل تا سرا گم شه باسکل که با چی خرید زمینی پول جمع کرد ما باسکل استون با جمعه یک داشته باشی یا تو رفته باشه نه دیشه گفتم بیاردم تاس را استاد کردم خدا نمیفهمم خیلی خدا فشو من میپالم چکار میکنه لاله؟ همین یک چاشت گفته میکنم آخی باسکل اشته بوده این باسکل آخه 10,000 روپیه با بالای این باسکل پول دادم عباس زنگ زده که باسکل گم شد اشته بوده آخه چی رقم این باسکل اشته بوش میکنه آخه من بودم چی نمیکنم بخوشم ولی بگشتم صبح چنجال داره و گریه میکنه که باسکل من گم بودم از اصلا دارم بسته آخی میره چند جایی میپرید پرسان میگه حق همسایی به گریه کردن باسکل خودی پس به پس خراب میایه آخی چرا کار کردن خود نمیفهم 10,000 روپیه پول دادم با بالیو حالا به کجا با شده؟ بدر شده که من باسکل خود میکردم خبر ندارم ای چکار کردی عباس باسکل رو گم کردی؟ من گم نکردم چیکار کنم تاس را گم شده من گم کردم اگه من میفهمم همون باسکل بیاردی در سر افیش و واب اومده بود یا خدا ناترسی بیا ما باسکل ما بیش پر
در به 4 تا خواه بود اگر من میفهم همون باسکل که من دیشب گفتم دست را استاد کردم صبح شما نشید درت وقت بسته کرده بودی پس کجا شد من دیشب که باسکل خوردم دست را نبودم یعنی دست خراب بسته باسکل گم شد من چیکار کنه کی آخه 4 نفر پرسان که حق و همسایی مینایی که بگی 4 طرف از صبح من بیری شدم کجیره و دیدم کاکا خود نونوار بیدم گفت برای گفتک من هم من کجی بمی هفته و ششته بود گفتک من گناه ایده باشد که باسکل تو کست سوال باشه گفتم من چون کی بزنی فلسفه شخص و باسکل بخرم هیچی دیگه برای باسکل به بالا فنا چیکار کنم پیدا من اینو نمودم اگه در باشته بود باسکل اشتباه بود اگر امی باسکل خوب رد از علمه امرو پیدا نکردم و گمرم از اون بیخی تو غیرت نداری دوست باسکل من مگر هر رقم باشه امرو پیدا کن بابا صبح نرسم نه داری که پول هدی که فیل بوشمون استاده بیدی که لازم و تو پول گفتم اگه باسکل دهداری نقد پیش شرایط دیگه بابا سرمان اگر من یک چند نگاه من پیدا اگه من پیدا نکردم خوب هست نیست وای من بودم بخی فرده اینجا بشی من از تو بفهم سر باسکل پیدا میشی یا نه رقم بشی شمال لال زار باشه به تو چی دیگه نمیام به ملت شمال لال زار باشه به تو چی دیگه نمیام به ملت دلم در قفسی یار تو باشه دیگه میگی به تو چه چکی گیلک جو بجا اشتنی یک دقیقه کار دارم اشتنی عباس خیرته شکر فضل خدا میگن گیله آه خدا در به در شدم چره میفهمی تو چکه ایله گیله آه گیلک جان باسکل کویستنی ما بدیده بدی اما روزای که پرش سیاه کلون آه اشته باسکلی بود گیله خب چیزی بود باور که شونه من او از مرتا خود خوب بیشتر روش میکردم شونه مرتا اوخت بیشتر شونه تاو های گوسپندار چیز میگم ها های گوسپندار میگم چی شونه تاو چی گفتی شونه مرتا چی ها گوسپند ایتا میشم مثلا این گوسپند گیلک ها. سیه یا گپ باشه میسم به شرط راست خوب بگی او باسکل کمی تا 10 تا ازری برام بالی از بعد یاد کر با ما استوند بفهمیدی که با مکتب و ایباره و بازار جای دهنم بند باشه عباس اگه لنگ میدیده باشه سعی کو چی میگم از امرا میگی ندیدم به کس مس دست کس مس ندید یا کس اسرا بیری کنه ما خو اگه ببینم مرتککا که گردنم بند باشه او سلت میکنه باسکل همسایه خود میگم ما چرا بیاوردی باسکل همسایه ما چرا ولدیشتی بیاوردی امروز صبح گیلک بیری شدم تاثیرات هر چی سعی کردم باسکل من بفتم بالا بون گفتم شاید بالا بون باشه اون جمع نبود نه که بالا بون کی میبره باسکله درم کو بسته بود گفتم باسکل باز کجا زمین شخص طرف به کوچه ایبر ببار ایبر به پال ایبر به پال پیدا نشد شاید هم اصولا هم اتفاقا هم اصولا هم شاید زمین زلزله شده باشه باسکل تو به اینجا طرف تا باشه تو صحیح کردی نه گیلک گفتم نه سکو حالا که تو ندیدی خیره اگه یک دم به دست کس مس بدیدی خوبه همه تا زودی با من خبر بده خوب یا باسکل از وست به تو 2 تا ازری هم میدم چند تا زدی 2 تا ازری شیرینی از 1000 چندی بیشتره 1000 دیگه بیشتره چرا ها چرا گیلک یعنی از 1000 بیشتره تو سر تو دار با پول ما نشده 2 تا ازری به تو میدم 2 تا ازری آفرین چند تا پینجه میشه با خاله میگه 200 تا پنجه میشه 1 سال خرچ و خوراک تو میشه بفهمیدی اگه دم دست کسی بده ما زود خبر بده گیلک میت میری بیازی تو گوسفند خو میچرنی برو بر هر بر میری بفهمیدی میفهمید چند چیز قیمت بده باز کیلو مرز بیرون میکرد خوبه خوشی بدی بخیر ده تا تو با گرش کجی ای میگه با تو 2000 میامور بیا فک 2000 میگه بیا فک 2000 میدم این میگه 1000 از 1000 بیشتره این 200 تا پینجایی میگه میشه 1000 2000 خدا برم لنگ ازیر بگیرم بگم چرا تو به من پول نمیده اگه نمیره میرن شیطون میشم میرن شیطونی میکنم ای تو پول بیشتر او عباس گفت من با تو 2000 میدم من تو با من کمی میدی پولا حالی گیلک به تو 1000 بدادم مال با 2000 با 1000 فدگر ما به تو از کجا بیارو بدو نه بس گیلک جا برو 200 تا پینجه میده
را یه بالا لگ با بالا تو افتاده. اینا چند تا پینجه میشه؟ بگی آره خودی عدو ازلی 200 تا پینجه میشه. برو. نه او بیغیر از او ازلی تو گفتم. نگو دروغ گفته کاری کرده که اگه تو ببینی به تو بیای نه بده. عباس چوکو گیلک چوکو که با بالا میفته. نه تو عباس خود گفت من با تو 1000 میدون دوز خور بگیرم. بفهمیدی؟ لالا رمجون ها میگم همین گیلک بیامده از این 10 تا تخم مرغ 20 تا تخم مرغ خریدی. چند میشه 20 تا تخم مرغ؟ دونه چنده؟ دونی چند گیلک؟ چی دونه چنده؟ تخم مرغاتو ما تخم مرغ نداریم. چه دروغ میگی گیلک؟ هم از تو دیر تخم مرغ نخرید این پولاتو براره. من برو خیر بری دیگه. ما و تو بی حساب گیلک برو. نه او بیشتر میدم ما با تو. لالا او تخم مرغ از تو عباس برو ما چی بیشتر میده به تو؟ گفت اگه دوز من بگرفتی 2000 میدم. 200 تا پینجه ای. حالا این چی معامله داره خودت تو؟ این همین معامله تخم این مرغ 1000 میده. از چی؟ کی؟ از چی 1000 میده؟ این از چیز؟ از این چی؟ الده گابزه از چی 1000 به تو میده؟ آدم این تخم مرغای نمیگه عجریب که 20 تا تخم مرغ دادم میگه عجریب من بدی. من میگم نمیشه دیل دو عجریب میگم نه یه تو بگو عجریب. الده گیلک چی گفت تو بگو به من راست خور بگو. راست خور به من بگو هر چی مثل بشی به تو میده. چی معامله؟ عباس به تو گفت 2000 به تو میدم اینجا چی معامله داری که این 1000 میده به تو؟ این بابا دیرو بیام به من یاد داد گفت برو به تو حلقه میدم. انا چیز برو عباس بالا کش. از دیوال عباس بالا کش بیار اینجا میدم دست تو. برفتم عباس بالا کشیدم بیا و دادم دست از. عباس بالا کشیدی یا باسکله؟ با چیز چی باسکل یا. آها پس دوست باسکل پیدا کردم. این به تو یاد داد که 1000 به تو میدم برو باسکل با جون عباس. دروغ میگی. نه عمر خور به میده ما تیر کردیم. خوب تا به حال یک کلمه دروغی از این ساده نشنیدم. ما فهمیدی اگه سادی بی عقل نافهم راست خور میگه. باسکل چی کردی؟ دروغ باسکل میگی. چی کردی؟ لالا باسکل چی کردی؟ دروغ میگی. باسکل چی کردی؟ راست خور بگو باسکل چی کردی؟ به خدا تو به ولسوالی میبری که سادی نافهمه. دروغ ده میگی. باسکل ما بده. چی کردی باسکل؟ بیا یا لالا رمجون این تا خوب اگه باسکل به دست من ندی تو به ولسوالی نبردم به گفته بی غیرت. دلش شو. لالا رمجون دروغ میگی. دلش شو. دروغ میگی. بیا یک تو کار دارم. باسکل میبری یا؟ برو پیش کوش بند نخو. تو برو به تو کار ندارم برو گیلک.